صبح اسلام در افق مکه نمودار شد و پیامبر صلی الله علیه و سلم در برابر جاهلیت ایستادند. قومشان را با حکمت و موعظه نیکو به سوی الله دعوت می‌کردند. پس قریش به دشمنی با پیامبر صلی الله علیه و سلم آغاز کرد و با دعوت ایشان جنگید و هر قبیله با شمشیر و زبان خود پیش آمد و بنی مخزوم قبیله خالد از سخت‌ترین قبیله ها در دشمنی و خصومت بود، زیرا آنها در این دعوت خطر به نفوذ خود می دیدند و در اسلام انقلاب بر عزت و مقام خود. و خالد ابن ولید جز یکی از قومش نبود. پس همان موقع را انتخاب کرد، با بزرگان قریش آمیخت و تهمت و مسخره و عیبجویی آنها را درباره محمد صلی الله علیه و سلم می شنید و از پدرش ولید ابن مغیره گره‌های جاهلیت، سرکشی، تکبر و تعصب را گرفت و اینچنین ترسی از دست دادن آبرو و سلطنت را. ولید ابن مغیره مردی سالخورده بود که در پیری اسلام را درک کرد، اما کبر و تکبرش او را از قبول حق باز داشت و روز با اعتراض گفت: آیا وحی بر محمد نازل شود و من کنار مانده شوم؟ من بزرگ قریش و سرور آن و ابو مسعود الثقفی سرور ثقیف نیز کنار ماند، در حالی که ما بزرگان دو شهر هستیم. پس الله درباره او آیت نازل کرد: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. این بود زبان قریش که خالد این سخنان را میشنید و در سینه‌اش غیرت و ناموس قبیلوی را علنگه میزناند. به هر حال ولید ابن مغیره یکی از سرسخت‌ترین دشمنان دعوت محمدی بود، بلکه یکی از سران مخالفان بود. پسرانش نیز از پس قدم‌های او رفتند، در باطلش پشتیبانی می‌کردند و پرچم قریش را در بازداشتن مردم از راه الله برداشته بودند. و خالد در پدرش، برادرانش و عمکزادگانش آنگونه قوه و پشتیبانی یافت که او را سخت به سوی این دشمنی بدبختانه تله می‌داد، یعنی محیط او را همین طور کرده بود. پس تعجب آور نیست که خالد نسبت به اسلام موقعی دشمنانه گرفت. و برای درک ماهیت این دشمنی بیایید آواز دیگری را از بنی مخزوم بشنویم. آواز کی؟ آواز ابو جهل، عمرو ابن هشام ابن مغیره که مخزومی بود. ابو جهل پسرعمک خالد ابن ولید. روز اخنس ابن شرایق الثقفی از او پرسید: ای ابوالحکم، به نظر تو محمد دروغ میگوید؟ ابو جهل گفت: به خدا قسم او هرگز دروغ نگفته است، ما او را امین مینامیدیم. اما اگر در بنی هاشم آبدهی به حاجیان، ضیافت‌دهی و مشورت باشد و بعد نبوت هم در میان آنها باشد، پس برای بنی مخزوم چی میماند؟ برای بنی مخزوم چی میماند؟ همین طور جاهلانه و با تعصب قبیلوی سخن گفت و ابو جهل جوهر کفر را آشکار کرد: حسد، رقابت و خودخواهی در روبروی حق. روز ولید ابن مغیره نشسته بود و رسول الله صلی الله علیه و سلم این آیات ها را تلاوت میکردند: حامیم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذو الطول لا اله الا هو الیه المصیر. و قلبش لرزید و تأثیر گرفت و به قومش بنی مخزوم گفت: به خدا حاضر از محمد سخن شنیدم که نه از سخن انسان است و نه از سخن جن. در آن شیرینی هست، بر آن زیبایی و جلوه هست، بالایش پرمیوه است و پایش سرشاری فراوانی است و آن بالا می رود و چیزی بر بالای آن نمی گذرد.
این یک لحظه کوتاهی راستگویی بود. قریش گفت اگر ولید دینش را عوض کرد به خدا تمام قریش دینشان را عوض خواهند کرد. پس ابو جهل نزد او رفت و با مکر با او گفت قریش برای تو مال جمع کردند تا به تو در فقرت یاری کنند. میگویند که تو سخن محمد را زیبا نشان میدهی تا از ضیافت طعام او بهره بری. ولید خشمگین شد و گفت مگر قریش نمیدانند که من از ثروتمندترین آنها و صاحب فرزندان زیاد هستم؟ پس به مجلس قومش رفت و گفت شما میگویید محمد دیوانه است. آیا او را دیده اید که یگان بار هوش از دست داده باشد؟ میگویید که کاهن است. آیا دیده اید که کاهنی کرده باشد؟ میگویید که شاعر است. آیا شنیده اید که شعر بخواند؟ میگویید که دروغگو است. آیا از او دروغی را آزموده اید؟ گفتند نه. پس ولید گفت پس او جز ساحر نیست. مگر ندیده اید که میان مرد و اهل و فرزندش جدایی می اندازد؟ مردم به شادی و حرکت آمدند. پس خداوند درباره او آیت‌های نازل کرد که قلب را می لرزاند. انه فکر و قدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر. آیت‌هایی که سرکشی و طغیان ولید ابن مغیره را تصویر می کند. همه این را خالد می شنوید و می دید که چگونه پدرش در برابر معجزه قرآن حیران شد، سپس سرکشی کرد و این کار نمود. همین طور خالد با تصویری تحریف شده از نبوت به وایه رسید. چوبی او سخت شد و سرکشیش نیز قوی‌تر گردید. خالد در اسلام خطری برای وحدت قریش می دید و در مسلمانان رقیبان برای شکوه قریش. ولید بن مغیره بر کفرش در مکه مرد و پسرانش پس از او پرچم کفر را برداشتند که در میانشان خالد بن ولید نیز بود. و همین که مسلمانان به مدینه هجرت کردند، طبل‌های جنگ در افق به صدا در آمدند. غزوه بدر وعدگاه شد و پسران ولید در پیش صف لشکر قریش بودند. اما خالد از بدر دور بود و فردا ما وارد مرحله نوی سرکشی می شویم، هنگامی که میدان بدر به آتش جنگ کشیده شد و تاریخ برای اسلام اولین روز پیروزی را نوشت.